من فکر میکنم که اگر در دنیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ببینم، شاید قبض روح از دنیا برو. و اگر در آخرت پیامبر رو ببینم، جز دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ چیزی طلب نخواهد کرد. میدونم سوال من سوال سنگینی بود، سوالی است که حقیقتا برای ما مسلمان ها همه تصور اون لحظه تصوری است که واقعا یه گزینه